سلام جیگرهای داداش، چطورید آقا؟ امیدوارم هر کجا هستید حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید جیگرا. امروز یه ویدیو داریم فوق‌العاده خفن. 10 تا از بهترین اتچمنت های مولتی رو برات آوردم، رنده کنی قشنگ هر مچ رو ایس کنی، یعنی در این حد. فقط قبلش لطفا ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن، چون با لایک کردن این ویدیو رو به بقیه هم نشون میدی. بریم تو کارش. گان اول FSS، یکی از بهترین گانا که فوق‌العاده بوده در چند سیزن اخیر. حالا چند سیزن، این سیزن و سیزن 7 و سیزن 6 دقیقا اینطوری بگم. و شما میتونید از این گان به شدت استفاده کنید. یه گانی دمیجش 30، سرعتی، قدرتی، رنج دور و قشنگ جوابه. ولی حالا رنج دور میخواید باش پلی بدید تو مولتی، باید یه بیسیک و سنس خوب داشته باشید که زیاد موقع چیز زدن ایمتون بالا پایین نشه. حالا بریم سراغ اتچمنتش. اینم از اتچمنت و کدش. بریم سراغ گان بعدی 117، یکی از بهترین و خفن‌ترین گانا داخل چند سال اخیر بوده. گانی که به شدت همتون ازش یه دونه حداقل چه تو مولتی چه تو بتل دارید. مثلا غیر نشن نداری کالاف پاک کن اصلا به نظرم. و این گانی که دارید میبینید براتون داخل فری فولر همه رو تست کردم، خفن براتون آوردم و نیومدم مثل بقیه داخل مپ تمرینی بهتون نشون بدم. و خب الان دارید میبینید مچو باش جمع کردم. واقعا گان خوبیه با این اتچمنتی که من بهتون میدم. نه لگ داره نه خیلی چپ و راست میشه، کلا رنجش کامله. و حالا اینم از اتچمنتش و کدش. گان بعدی AGR که شاید داخل چند سیزن اخیر کسی بهش حتی بخشید و محل سگ هم بهش نمیذاشت، اما داخل این سیزنی که از بهترین گانا بوده و با یه دمیج خوب و یه رنج خوب و با یه سرعت و سبکی فوق‌العاده و به خصوص اسکین متیکی که رایگان داده، این گانو 2 برابر خواست کرده. و شما میتونید از این گان تو هر مقطعی استفاده کنید و هر چی براتون بگم کم گفتم. یکی از خوبیای این گان اینه که داخل دسته SMG و هیپ فایر خیلی خوبی هم داره. اینم از اتچمنتش و کدش. بریم سراغ گان بعدی. فقط قبلش بازم میگم لایک ساب فراموش نشه. با لایک کردن این ویدیو رو به بقیه هم نشون دادی، باعث میشه اونا هم ببینن. هرچند که اگه لایک نکردی فدای سرت. گان بعدی یه مچ استارت کردم با گانی که فکرشو نمی کنی SO14. ولی شاید این گان با 3 تیر باشه، ولی یکی از بهترین گانا داخل سرچ اند دیستوری بوده یا داخل مپای فایر رنج، کرش و اینا. خیلی استفاده بالایی میشه چون یه مپایی هستن که در واقع نمیتونی فایت مستقیم بدی و با این گان حتی اگه فایت مستقیم هم بدی داری میبینی 3 تیره. و حالا یه نکته که راجع به این گان است، شما اگه داخل قسمت پرک آخرین پرک که یه حالت اوتو نوشته اونو عوض کنید، میتونید از این گان به عنوان یه رایفل رگباری هم استفاده کنید که با سرعت تیر شقمه شبیه 117 رگباری تیر میزنه و خب خیلی خفنه. الان من این کلت داره بی پدر رو هر چی تلاش کردم نتونستم بزنم و خب چون یک سره همینجا بود. این از اتچمنتش، اینم از کد اتچمنتش. حتما استفاده کنید. بریم سراغ گان بعدی. اودن بی‌نظیر بوده، یعنی من اینو داخل بتل هم دارم، یعنی فوق العاده. فقط میگم تو بتل دارم این اتچمنت رو داخل بتل استفاده نکنید، چون اتچمنت معمولا برای یه سری فایت های نزدیک یا نهایتا بعضیاشون برای دور ساخته شدن و شما نمیتونید از این گان مثلا داخل فارم گان دراپ افتاد بکشید و استفاده کنید. به این شکل نیست. و حتی اگه دقت کنین گانا رو زمین هم باشن شما نمیتونید به اون صورت از فایت دور ازش استفاده کنید. حالا یه سری گانای خاصه رو 117 اینا رو میتونید، ولی اینا رو نه. اگه حمایت از این ویدیو خوب باشه، عین همین ویدیو برای بتلش هم میارم که داخل بتلم حالا اونه که لجند نکردن یا 10,000 نکردن برین تو کارتون رو 10 برابر راحت تر کنید. با اودن یه مچ کامل فری فور آل پلی دادم که قشنگ بهتون نشون بدم. من این گانو میخوام دایموندم کنم و خب حالا یه 100 تا مونده تقریبا تو دایموند کنم و یه 3-4 روز کار داره تقریبا بخوام عادی بازی کنم. و دارید میبینید که کلا ستیره و خب بی‌نظیره. دمیج بالا و رنج عالی. من دارید میبینید این مچ هم باهاش وین کردم. فوق العاده، یعنی هر چی بگم کم گفتم.
این هم از اتچمنت و کدش که میتونید استفاده کنید. بریم سراغ گان بعدی. یه دسته SMG بی‌نظیر USS9 یا به قول بعضی یا یوزی حالا، و خب بی‌نظیر این گان. یعنی شما اینجا نگاه کن، یه سبکی فوق‌العاده‌ای داره و شما این گان رو میتونید برای در این حین موومنت زدن مخصوصا باید استفاده کنید. یعنی شما زمانی که موومنت میزنید از اون محدود گانایی که یه زمانی که موومنت میزنید دستش میذاره زمین، یه حالت خیلی باحالی داره. و بجز اون اینکه این قابلیتایی که به بعضی گانا اضافه شده، ناگهان اسکوپ کج میشه، چپ و راست میشه با حرکت جویستیک شما، این قابلیت هم داره و این گان خیلی بی‌نظیر شده. همونطور که دارید میبینید دیگه من توضیحات اضافه نمیدم براتون، فقط در یه حدی صحبت میکنم که شما سریتون میگه شما از ویدیو لذت ببرید. اینم از اتچمنت و کدش و تمام. گان بعدی FFAR. آقا این گان سلطان گاناست، یعنی تو فایت نزدیک به هیچ گانی باخت نمیده، حتی به اودن. یعنی در این حد بدم داخل تمام گانایی که بهتون نشون دادم این گان بهترین گان برای فایت های نزدیک مثل مپ شیپمنت، اینجا که فایت نزدیکی میتونید استفاده کنید. الان هم دارید میبینید داخل گیم پلی که من همه رو با هر رنجی میتونم بزنم، چون مپش مپ کوچیک و جمع جوریه و شما میتونید از این گان به صورت یه SMG هم میتونید استفاده کنید با اینکه تو دستای رایفل نکنید. یه SMG خالصه، بعد هیپ فایرش هم فوق العاده و شما میتونید هر استفاده که نیاز دارید از این گان بکنید. ببینید تو هر رنجی و جوابه. این هم از اتچمنت و کدش. بریم سراغ گان بعدی، بال 27. آقا این گان یعنی FFAR که تو فایت نزدیک بهترین بوده، اینم باش همسد داخل فایت نزدیک، برخلاف اون تو فایت های دورم فوق‌العاده دستتون رو باز نگه میداره این گان. و همونطور که داریم میدونم تو حالا من همه رو براتون داخل فری ورال شیپمنت تست کردم که قشنگ قلق کار دستتون بیاد. شما این گانو نکنید بی‌نظیره، اصلا سرعتش فوق‌العاده، رنجش فوق‌العاده، لگد اصلا نداره این اتچمنت. و اینکه دیگه مثل اتچمنت های نرف و خزی که دست همه هست نیست. البته اگه شما این ویدیو رو لایک کنید همه این ویدیو رو میبینم و این اتچمنت دست همه میاد، ولی از اتچمنت های نیست که بازم حین 100 نفر داشته باشن شما هم داشته باشین. این کار خاصه این اتچمنت، یعنی در اینت بگم بی‌نظیرترین اتچمنت برای بال 27 و شما میتونید تو هر مقطعی ازش استفاده کنید. این هم از اتچمنت و کد اتچمنتش. و خب بریم سراغ گان بعدی. شاید بگی تو این دسته مگه میشه اسنایپ و شاتگان نباشه؟ بریم سراغشون. KRM بهترین شاتگان بازی در سیزن 7 و مثل HS نیست که آقا وان شات نباشه. این اتچمنتو شما، حالا من شاتگان پلیر نیستم و خب تعداد میسام زیادی دارید دقت میکنید، ولی خب بی‌نظیره دارید میبینید از یه رنج مناسب واقعا وان شاته و فست اسکوپ هم باش نزنیدم فرقی نمیکنه. حالا من فست اسکوپ میزنم چون عادت دارم تو مولتی و حالا اینه که باید نایف میکردم چون نمیمرد من میمردم. بچه جدیدن ها یه مشکلی داریم، این که یوتیوب جدیدن ویوهای چنل ها رو داره کم میکنه و خب من این که تقریبا 1000 تا 2000 تا ویوم بود الان تقریبا 700 تا. شما میتونید ویدیو رو که دیدید لایک کنید، یه کامنت نقطه هم شده، این نقطه خالی هم شده بذارید که ویدیو بره داخل دسته‌های پرطرفدارا و حداقل ویو بیشتر بخوره، که حداقل بیشترتون ببینید، یعنی افراد بیشتری از این ویدیوها استفاده کنن. حالا نه این ویدیو، نه شورت ویدیوها رو منظورمه، این ویدیوها که یعنی 99% بازدیدش از همون شورت ویدیوها، یعنی ما شورت های تبلیغاتیشو میذاریم و شما اینا میبینید. خب و واسه همینه که میگم. حالا بس بریم سراغ اتچمنتش. این هم از اتچمنت و کدش، حتما استفاده کنید. بریم سراغ اسنایپا DLQ. یعنی من از این گان هیچ صحبتی نمی کنم، شما فقط گیم پلی رو ببینید تا ما برگردیم.
خب گیم پلی دیدی؟ این هم از اتچمنت و کدش. چون اسنایپ دیگه تعریف خاصی ندارن، اما بهترین اسنایپ این سیزن، نه این سیزن، بهترین اسنایپ بازی از نظر من. این دایموندش هم کردم، توند رو یا همون توند را به قول بعضیا، ما که حالا میگیم لبل. یکی از بهترین گانا داخل دسته اسنایپ، به علت اینکه خب واقعا وان شات، حالا اتچمنت خوب داشته باشید به پا هم میزنید، اون حالت 80 دمیج رو نداره و خب بی‌نظیر این گان. و خب اگه بعضی وقتا میبینید به انمی با اسنایپ میزنید و وان شات نمیشه، یعنی با یه تیر نمیمیره، به خاطر یه پرکه که اون پرک الان اینجا براتون میذارم. به خاطر همین یه پرکی الان دارید میبینیده و خب واسه همینه که وان شات نمیشه و الا مشکل از اتچمنت، یعنی یه دبل هم زدم براتون. اینجا یه نکته جالب، اینجا این انمی با منو فینیشرمو گرفت و ول کرد و خب من از اونجایی که خوشم نمیاد کسی فینیشرمو بگیره و منو نزد دیگه، من نزدمش، اونم رفت. من برای همین این منطقه از فایت رو پاکسازی کردم و از این طرف رفتم اون فینیشرش رو تلافی کردم و بام اینجا زدمش. و این بات مزخرف موضوع، یعنی پلیر رو انقدر راحت میشه زد، باتو نمیشه زد. من نمیدونم چه داستانیه. و اینم از کیلای آخری بود که گرفتیم و اینم از آخریش. دارید میبینید همه رو براتون تست کردم، قشنگ کامل واضح صحیح. این هم از اتچمنت و کدش. اشغال داداش بالاخره تا اینجا ویدیو اومدین. بازم میگم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و ساب و کامنت رو فراموش نکنید. همونطور که میبینید به حمایتاتون نیاز دارم. حتی یه کامنت ریزی هم شده برام بذار، سوالی هم داشتی بپرس. بای بای.